بالاخره بعد کلی کشمکش این کارم تموم شد. اول قطعه کار رو بستیم تن دستگاه. بعد اینکه دیدیم دستگاه به شدت لرزش داره، یه طرفشو من یه طرفش آقا محمد نگه داشت تا علی آقا بتونه تلاشش انجام بده. بعد اینم که پشت تلاشش انجام داد، شروع به داخل تلاشی کرد. داخلش هم که خیلی خوشگل در آورد. اینجا تموم شد و رفتیم سراغ رنگ. زیرکارشو زدیم، پشت کارم کاملا سوزوندم تا بتونه کار زیباتر خودشو نشون بده. متاسفانه تو این کار علی آقا ما دستشو زخمی کرد. اینجا داشت گریه میکرد، میگفت آخ دستم، آی دستم. گفتم اشکال نداره داداش، ولی خب خدا رو شکر چیزی نشد. اینجا هم که رنگ اصلیشو پاشیدم، کار فوق العاده زیبا شد. اگه تا اینجای ویدیو همراهم بودی حتما ما رو فالو کن. مرسی، دم شما گرم. چشمامو با دستت گرفتی، نمیذاری ببینم این حقیقت تو چیزی هم تو دلت نیست. کردی از پشت مکم بغلم.